سفر معنوی سفر زندگی ما انسان هاست و همه ما سالکان این راه هستیم تا وقتی که هستیم. نیروی الهی باطن ما را طریق عشق می شناسد. راستی عشقی که در تار و پود ما انسان ها انقلاب به وجود می آورد تا بدانیم چرا اینجا هستیم، چی باید بکنیم و عموماً چی می توانیم کردن تا سود باشد از این آمدن بعدی رفتن. خوش به حال انسانه چون قهرمان نوبتی برنامه ما تقای مراد رازق که با کوشش و با طلب و پرخاش این عشق را دریافته و به سوی آرامیش هدایت شده و دیگران را نیز هدایت می نماید. این مراتب از حضور او در زندگی خواهیم گفت و از رسالت هنریش بفرمایید. این اسباب برایم عزیز است. هرگاهی که صدای آن به گوشم میرسد، زندگی و ایام دشوار جوانی به مثل نقش‌های بازیدم در فیلم به دستگاه تفکر تاب خورده چون لنته پیش چشمم جلوه‌گر می شود. راز دل مرا نی میداند و حکایت و شکایتم را او با صدایش می سراید. نی این اسباب است ملی و شنیدنش فارم، اما برای من بهترین شغل است، زیرا بعد بوایرسی و کمال یافتن هم کسب و هم شغل او را به خود قبول کردم و پذیرفتم و نوازش نی راه مرا، چشم مرا به دنیای زیبا، به دنیای رؤیا، به دنیای آبرز آفری روی صحنه ها کشاد و وارد کرد و روشن و خدمت خود را، هنر خود را و وجودم را قربان کردم برای مردم و این مهن. تقای مراد رازق هنرپیشه خلقی تاجیکستان، زاده سرزمین خوش آب و هوا و پرگل و گیاه دشت جم، حاضر شمس‌الدین شاهین. قدم زدن و سخن گفتن آموخت در محیط خانواده و اما با جرم وزنی وضع روزگار. نورسی ها پشت سر شد با علم، با درد و غم. میان کوچه های تنگ و یاله های سبز و پرلاله ناحیه فیض آباد و هم تعلیم علم و ادب گرفت در خانه بچگان دهه دوبیده همین ناحیه. و اینک راهی طی کرده. سالهای 1961-1965 علم موسیقی آموخت در آموزشگاه شهر دوشنبه و راز و نیاز اسباب نی را از خود نبود. سالهای 1965-1971 در دانشکده هنری گیتیس شهر مسکو تحصیل کرده. بعد ختم دانشکده چون هنرمند تازه‌کار هوشمند به تئاتر دولتی جوانانی به نام محمود واحد پذیرفته شد. و سال 1971 تا این دم هنر و استعدادش مبارک است روی این صحنه. همزمان سالهای 1998-2012 به حیث دکان فاکولته تئاتری بدیعی دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده فعالیت نموده. عنقریب 40 سال می شود به شاگردان این درگاه مهارت هنر می آموزد. آفرنده زیاده از 90 ابرازهای مختلف روی صحنه و زیاده از 35-40 نقش جالب مرکزی و خاطرماند در سینمای کشور و بیرون از آن. در برنامه‌های تلویزیونی باشد نقش‌های آفریده از دیروز تا امروز به حسابند. قدردانی‌ها: دارنده عنوان علمی داتسنت، بعداً پروفسور دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان، تاجیک وطندار تقای مراد رازق. اصلا که سیاهی و سفیدی مغز هستی است و کل زندگی هم همین است دیگر، حیات و ممات. شما بگویید تقای مراد رازق که جزء مهم زندگیتون چی رو میدونه؟ از همه چیز اساسی در زندگی. بله. از همه چیز اساسی در زندگی آدم باید یک هدف خوب داشته باشد. هدفی داشته باشد که به انسانیت، به بشر، به ملت و خلقت نفع رسد. چخوف میگفت که آدم باید در پیشش یک
روشنی داشته باشد که 50 سال در نظر گیرد و به همون روشنی آدم باید حرکت کند. سوی روشنایی میل بنماید. حتما قوتت رسد نرسد که باید تو وظیفه خودت باید تو همون هدف خودت باید صادق باشی و حرکت کنی و خداوند حتما میرساند همون مقصدت به میرساند اگر صدقاً خواهی و صدقاً کار کنی و اگر راستین باشی. بله. خریدهای ما را برار. نه نمیدونم. خودی حاضر حجتا را تحت کردم برو مسپاری ابله. تو با کی شوخی کرده ایستاده ای؟ منو ابای لیس صدا خریدها را خودی لیس تاریته تاریته Esto, tu das tu cosa mahkam da. Man kalita خودم میگیرم. تو چیکار میکنی؟ تو همین چهار نمیکنی؟ اون پای ازورت خود زدگی و باز تو زنکه بازی کردن میخوابی. من ایستانی. بیازو. لبایست. از همین روز اعتبارا من تو را مدیر انبار تعیین میکنم. نه در شاهد این نمون. کاری تو را گیرو مرد باش. من مرد کویا رئیس لیکی میترسم که همین رشتورات با یکا کلیت نبرورم. نترس. الوجی او را من خودم میابم. گیر. منو لبای. رفته. رئیس التجا بکنم. انسان گذشته دارد، امروز داریم و اگر هستیم به فردا هم امید میبندیم. شما گذشته ها دیگر گذشتن میگوید یا میشود که گاه فکر گذشته رو میکنید و با فردا ارتباط دارد آقای مراد رازق یا فقط برای امروز زندگی رو تحریزی می‌نماید؟ 3 سوال به یک بار. سوالای بسیار خوب، تشکر میگیم جناب برای سوالای خوبتان. البته من راستش بگم بیشتر به گذشته از زندگی میکنم، گذشته ها یاد میبرم، گذشته به من الهام میتید. به این نمیشد، یعنی ته کرسی انسان هستین. البته گذشته بود که من امروز است و فردا همون هدف با یعنی اون چی که ما یاد گرفتیم، اون چی که خوندیم، اون چی که میدونیم، همین چیزا ما باید به خلق پیشکش کنیم. من حاضرم سوال یکم شما بسیار درست جواب دادم به عقیده خودم، چون که همون هدف با همون هدف من رفته ایستادم. یعنی شما از کودکی هدف داشته؟ بله. من میخواستم هنرمند شم. عقل کودکانه شما درک میکرد که انسان باید هدف داشته باشه. حتما. چرا از کودکی هنرمند شدن خواسته؟ چون که این در حقیقت میگه داستایوفسکی میگه که زیبایی جهان را نجات میدهد. این صنعت است. صنعت حیات نجات میدهد. وقتی کودکان در باغ ها می آمدن هنرمندا بار میکرد سبز و کبوت مثل یک بلندی به لباس های سبز سفید و بار می و هیچ وقت فراموش کردن نمیشد و یک زیبایی است، یک وای است. در حقیقت زیبایی هیچ کردن در کار، زیبایی دیده توانستن در کار. ما مثلا خیلی میگیم ما چی میگوید استانیسلاسکی چی میگوید؟ دیدن باید داشته باشد آدم. شنیدن نه، شنیدن باید داشته باشد. یعنی هست نگاه، هست برداشت نگاه. بله، برداشت با برداشت نگاه. که باید حتما هضم کنی، فهمی، درک کنی. من احسان میگم با رسومان، با مقلم آنها. در حقیقت این معجزه است. این یک چگونه صدای رنگ رو میشنوند. نه خیلی من باور میکنم احسان میگم به خدا. اینقدر زیبا، اینقدر خوشرو میکنن در گفتگو هم. صد آفرینشون بله. با مصور. بله. سلامت باشد. و همین زندگی آقای مراد رازق شما رو مثل که به هدف خویش رسونید. اگر در کودکی که در باغ‌های سبز سیر کردید و دیده به دیده هنرمندان دوختید و آرزوی هنرمند شدن کردید، مثل که امروز به هدف رسیدید و انا همون ابرزی که آفریدید شکارچی، مثل که انا همون شکارچی به شما اقبال آورد و شما امروز یک شکارچی پرهنر هوشمند چمنزار و کوهسار هنر هستید. اگر ما اشتباه نکنیم یا 15 سال پیش بود یا شاید 20 سال پیش بود که ما دیدیم در نمایشنامه شب به پایان فاخته کارگردان گمان میکنیم که ناظم ملیک بود و نویسنده یا دراماتورگ یا
ایرانی بودی و افغان. شما جا هنرنمایی میکردید و در انجام نمایشنامه به شما لایق دیدن بهترین نقش مردانه رو. اشتباه نمیکنید؟ بله در پرستو. بله. زیریان پرده چهره یاران طوفان خوابیده است. از تو خیلی جوانتر است؟ یاد دارم 3 سال قبل از آن که عروسی کنیم ما یاد دارم 3 سال پیش از آن که اینجا رو بخریم با او عروسی کردیم. یک عروسی فقیرانه. پدرش زغال فروش بود. یک روز برای هیزم به جنگل رفت و زیر یکی از درخت‌های بریده‌اش ماند و مرد. و من و زیور 3 سال با هم کار کردیم تا توانستیم اینجا رو بخریم. پس اینجا برایت انبان خاطرات است. چرا وقتی گفتم از جنگل آمدم همه کیم چی خیلی شده؟ خیر خود را گم کردی؟ مطمئن باش که از تو نترسیدیم. من حرفی از ترس نزدم. تو شبیه کسی هستی. کی؟ اون یکی که از جنگل آمده بود. اون هم در یک شبی سرد زمستان. بچه شد؟ بسیار نماند اینجا، برگشت به جنگل. و من شبیه همون مردم. من با تو نگفتم که او مرد بود. خیلی خوب. اون یک نفر که از جنگل آمد و باز برگشت به جنگل. چی چیزی جالبی داشت که تا حال در ذهنت مونده است؟ آدمان سایه نیستند که از خاطر فراموش شوند. فراموش نکن که سایه ها از آدمان هست. پس تو هم به سایه ها باور داری؟ میدونی سالهاست که یک سایه دنبال من است. میدونی بعضا به من نمیخوای نزدیک میشن، چشم به چشمی هم، لیکن حرفی نمیگه زیرا احتیاج برای سخن گفتن نیست. اینها خیالاتن. نه این نمایشنامه رو پیش از پرستو هم دیده بودیم. و در پرستو شما لایق جایزه بهترین نقش مردانه شدید. کدام نمایشنامه بود که شما سزاوار شدید هنرمند شایسته جمهوری را و بعد تنتنه کدام ابرزها به شما لایق دیدند و قدردانی شدید با عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان؟ سال 87 ما سفر نخستین داشتیم به شهر مسکو، در تئاتر خرد مسکو برآمد کردیم و خوشبختانه در همین سفر هنری 5 نمایش بردیم. در 5 نمایش در 4 تاش رول های اساسی را بازی میکردم. در اعتراض 17 اولیانوف بازی میکردم. در مخچگل شیرینشاه تیمور را بازی میکردم. من بردم شیرینشاه تیمور مسکو. قهرمان ملت را. قهرمان ملت. شکسپیر اینجا دون خوان نقش مرکزی و در سرود زندگی خود نقش استروفسکی. بسیار ابرازهای برجسته بودند. و یک عجایب شام بود که برای مثلا تماشابین مسکو که یک تاجیک کوهستانی اولیانوف آورده است برای اونها. یک تاجیک کوهستانی استروفسکی آورده. بله و یا این خیلی بها میدادند به ما. باور میکنید نگینا جان در همون کمیته مرکزی شعبه فرهنگش 3 ساعت ما قبول کرد. 1.5 ساعتش سوال جواب با من بود و در حقیقت شکر میگویم که نقشهایی که من آفریدم در اونجا هم اولیانوف هم دیگر بسیار به تماشابین مسکو پسند آمد و بعد روزنامه ها مجله ها همه پوری گفتم که مهنت. بله این صاحب بس خیانت است وقتی که پشتیبانی میکنی و باید مهنت خودش قطعی مهارت خودش قطعی برایت برای استعداد. بله برای همین من شکر میکنم که مهنت خاکساران من قدر کردن بسیار. بعد این اومدم من به دادن هنرمند شایسته و بعد این خیلی کار کردیم. باز بعد این بازی کردم تورای محبت خود بکنم یک رئیسی که مثلا از رئیسی کینو 180 درجه فرق میکنه. بعد این بازی کردم نقیب خان تغرل بسیار خوشرو برآمد. بسیار نقش برجسته برآمد. بله گشته به جهان فسانه تغرل با تیر ملامتت نشان. الوداع ای اهل دیار، الوداع
ای مردم پاک تینت و نزاکتمند، الوداع ای دوستان شعر پرست و شاعر نوازم. ای خداوند جهان آفرین، ای پروردگار رحمان و رحیم، به این بندگانت مهر و وفا، دوستی و برادری عطا بیما، دل و نیتشان را پاک گردان. به منی بنده گمراهت نور ایمان هدایت بکن. آمین. ای فاخته از بحر خدا بعد وفاتم یک بار به سرمنزل من آمده. کو گو 3 مراتب ما در تئاتر اپرا و بالت نشان دادیم. خیلی تئاتر ما کم بود، خوشمند بسیار بودن، به نهایت نمایش خوب قبول کردن. خیلی در حقیقت بعد خود طغرل هم آخر طغرل هم یک میدونید یک انقلابچی است در ادبیات. بله. انقلابی ببینید مثلا نگاه کنید نگیره جان، مثلا خیلی کلاسیک های ما نوشتن، من طاهر زورا، لیلی مجنون مثلا دیگر ها همه میرفتن فرهاد شیرین کوهستان و کوه میرفتن. ابینید وای میگه که در دبستان جنون بودم به مجنون هم سبق، من مقیم شهر گشتم او رای صحرا گرفت. ببینید چه خیلی تبادلات انداخته در ادبیات در چه. بعد همین بعد سال 2007 خلق دادن. من بسیار مننت دارم از حکومت جمهوری از دولت ما برای قدر کردنشان. البته عنوانها را سزاوار گردید تقای مراد رازق با زور بازوی هنر، شب زنده‌داری هاش، بدار خوابی هاش، از خود بگذشتن ها و آفریدن هاش بالاخره که بار آورد، اعتراف گردید، ایزد یافت. روی صحنه قامت راست کردن، من گفتن آسان است راستی و هنری هر کس هم نیست. بسیاری های بودند که بارها راه و رویش عوض کردند، چون تصادف افتاده ها آمدند و رفتند و اما تقای مراد رازق فقط و فقط صحنه گفت و پناه گرمی هنر جست. اگر شکست اندر شکست های شو در زندگی که این گونه سنجش حتما هست بالای سر آدمی، هنرمند آن زمان نیز مثل که تنها نبود، چون صحنه با او بود و او با صحنه. هنوزم این ارتباط زیبنده است راستی، خاطرمان است و تأثیر گذار. جناب میرزا ترسونزاده، درود به شما دوستان. دو چشمم در رهی تو انتظار است، دلی دارم که آن مشتاق یار است. بلی میآید دوست جانم میآید. میرزا ترسونزاده در کاشانه دل من موقعی خاصی دارد. بار اول من او را در لاهور استقبال گرفتم. ستاره‌اش گرم، زبانش نرم، زبانش خیلی گویا و شعرهایش والا بودند. او مرا با صمیمیت خویش تسخیر کرد. به وطنش تاجیکستانی آزاد و آباد تکلیف نمود. بارها در منزل او مهمان بودم، نان و نمکش خوردم. او بود که من مسکین فیض احمد فیض، یک شاعر وطنخواه و آزادی دوست، نامه برات گرفتم، وگرنه در محبس‌های کشور خود نیست و نابود شده می‌رفتم. من یک عمر از او سپاس گذارم. حتما که هنرمند برای آفریدن نقش روی صحنه آمادگی می‌بیند، ابراز را جستجو می‌کند. در شما چقدر چهره‌های سرشناس را نه فقط از ادبیات ما، از ملت ما، همچنان که چهره‌های سرشناس جهانی را آفریدید و امروز تجربه خیلی زیاد دارید. بعد آفریدن اولینوف، بعد آفریدن استراوسکی قهرمان ملت، شاه تیمور، بعد آفریدن طغرل احراری، بعد آفریدن استاد فیض احمد فیض، استاد عینی قهرمان ملت،
سردفتر ادبیات معاصر تاجیک امروز با تجربه زیادی اندوخته هنرمند خلقی تاجیکستان روی صحنه میتوانند که تقای مراد رازق را بازی کنند؟ یک چیز است در نگینه جان، تقای مراد که زندگی او هم شور داشت، شرط داشت، سیاهی داشت، سفیدی داشت. کسب ما اصلا همین خیلی است که یک عمر خودت هم می آموزی. وقتی که در مسکو شوکین گفتن یک تا اکتور لیلینا بازی میکنه، بعد نادژدا کنستانتینونا جیغ میزنن که قبول کند اسپکتاکل. تماشا میکنن نادژدا کنستانتینونا، بعد محاکمه میشه، بعد میگن نادژدا کنستانتینونا فکر شما چی؟ روسی قطعی. بعد میستد میگه میگه این شوهر من نیه. بعد شوکین میستد خیلی نگاه میکنه، بعد میگه که نادژدا کنستانتینونا میگه من شوهر شما بازی نکردم، من لیلین خودم بازی کردم. بنابر همین کدام نقشی نباشد، کدام ابرازی که نباشد، همه وقت اکتور کوشش میکرد خودش باشد در اونجا، لیکن ابراز آفرد، خودش در درون ابراز. همین است. من مثلا همین خیلی میبینم، من گمان میکنم به سوالتون خوب جواب دادم، یعنی که همه چیزهای او دیدی من است، فهمیش من است، عقل من است. بله، در تینت هر نقش تیکه از تقای مراد رازق نهفته و تیکه که تقای مراد هست با ابراز روی صحنه پیش تماشابین در وحدت زیبای مجموعه می شوند. با عظمت صوتی و حیثیت چراغ افروز، با روشنی ذوق و حسن بیان در غنی گردانیدن عالم معنوی تماشابین خیلی زیبا و دیدنی تاثیرگذار می گردند. سیمای اصلی بسیار دوست و دشمنان و من معلوم شده به دلم فشار می آوردند. میبخشید، شما دشمن گفته کی رو در نظر دارید؟ من دشمنان جمعیت، دشمنان دولت را میگویم. برای دشمن بودن شرط نیست که به دست یراق گرفته به کوچه بروی. من دشمنان دوستنمای جمعیتی. اگر با خود گپ میزنیم تقای مراد رازق، از چی میگوییم؟ با خود من بسیار خودم تنقید میکنم. چرا؟ برای اون که بسیار وقت که چقدر خطاگی بسیار دارم. بعضن یکی خطاگی ها دانسته سر میزنند یا ندانسته؟ مثل که ساده هم، آزاده هم، دل داده هم، زود باورم. همین خیلی اکتور میگه جون یک چیز است، اکتور مثل کودک است. یک بار شما نگاه کنید همین کودک‌ها چقدر بازی میکنن، یکم چیز به وای خلا نمیرسه، وای هم بازی خودش به فرو رفتگی است. بله. برای همین باور میکنید 5 سال در مسکو من خوندم. 5 سال من چه خوندم؟ طبیعی بودن در صحنه. همه چیزی طبیعی و تاثیرش هزارها بار زورتر از نسبت ساخته کاری ها. برای همین ما شاگردای همش میگم، برادرام میگم، فرزندای عزیز، دروغ نگین، در صحنه دروغ نگین. صحنه نقص نمیبینه دروغه. صحنه بسیار حقیقت دوست می‌دارد. این گپی زنده است، گپی خوب است. شاگردان گفتید، از شاگردان امیدی ثمری هست؟ بله، اکثریت تئاترها با هم شاگردان من. باور میکنید؟ چی در تئاتر لوتی، چی در تئاتر روسی، هم بازوان روسی هم شاگردان در اونجا کار میکنند. حتی در تئاتر اهورم، تئاتر جوانان، در تئاتر کلوب، در تئاتر قرقون تپه. در این درگاه نه کمتر از نیم عصر می شود که به طالب علم سبق هنر می آموزد، می کشد تا جوانان از روی هوا و هوس چون برق بهار ندرخشند و در فرصت نیم نفس خاموش نشوند، بلکه صبور باشند و زحمت کشند و آموزند و اندوزند زهر دانشه. و اگر زحمت آموختن و اندوختن را میپذیرند، فردا در هنر نابغه خواهند شد، بیننده هوشمند را تسخیر خواهند کرد و مهمتر از همه طرفه شاگردان خواهند شد که در حیرت کنند استاد را. من بسیار نغز میبینم از اسباب‌های موسیقی، غیجکی که از قطی ساختگی است. این خیلی غیجکی وای نه.
یک دمبره های عادی منم و نه چوپانی. یعنی سه تا اسباب من بسیار دوست می‌دارم. اینا بسیار اینا صدای جود یا اینکه نواخته میتوانه. من نواختم. من بیهوده 4 سال نخوندم. آموزگاه موسیقی خوندم. نه چی بد نبودم. اینا یک میدونی آوازی مفتون کننده داره. آوازی سحرناک دارن که آدم با کجایی هایی که نمیبرن. خیلی که مثلا ناظر ارغنون های مثلا باید هستن کجا نمیبرد. یعنی موسیقی عثمانی هست. اینا هم یک برابری همین من بسیار دوست میدارم. موسیقی صنعت باید دیگر خیلی باشد. صنعتکار باید دیگر خیلی باشد. دلی باید بزرگ داشته باشد صنعتکار. کدام بگذار باید نوازنده، حافظ، هنر اکتور چیزی نباشد. باید دلی بزرگ داشته باشد. واقعا به حق است. شما گفتید که هنرمند باید دیگرگونه باشد، فرق کننده باشد و مانند نبودن به دیگران آسان باشد. به خود این همون نفر شاعر میگه حق نظر خود با فکرم ها میگه نباید رفت از پشت سایه هرگز که آخر میرود عمر ندیده سایه خود را. بله. برای همین هر کس باید راه خودش اسلوب خود تقلید. من در حیاتم هیچ کس تقلید نکردم نمیکنم. در آغازم تقلید نبود. نه که نقض میبینم وقتی من تقلید من علودین تقلید میکنم خودم راحت میکنم میگم آفرین. از تقلید ترسیدن در کار نیست. تقلید برعکس بهترین چیز است. بله. آقای مراد رازق چگونه ما میتوانیم که احساس بودن را در وجود خود بیدار بنماییم؟ چگونه میتوانیم که با من خود در گفتگو باشیم؟ بسیار سوال دشوار است. سوال مرکب است. در هر یک حالت، در هر یک وضعیت، چی در وضعیت ایجادی است چی در کدام حالتی که نباشه، باید موقع خودت، فکر خودت، عقیده خودت باید که در عقیدت باید استوار باشه. همه وقت باید استوار باشه. میدونید وقتی که همه ابراز میتین با اکتور، میدونید ابراز همراه باید در کوچه هم باشد، میدونید در آشخانه هم باشد، در راهروی هم باشد، در خواب هم باشد، در بیداری هم، در دستور، در کجایی که نباشه تو وای شدن. لیکن یگم ابرازی که گویم یگم علم آخر ندارد که آخر. بله. علمی صنعت هم خیلی ابراز هم خیلی یگم ابرازی گویم. من مثلا هر دفعه مثلا همین من آخر نقشه من همین عینی همه وقت کوشش میکنم هر طرز خودم قطع بازی کنم. چون که استاد عینی بینید در 45 سالگیش اویله دار میشود. بله. تصور میکنید نه؟ بله. بینید خیلی بینید این طرفش هزار طرفش یک بار فکر کنید چی گپ است در این درون. بنابراین همین همه وقت رسالت انسانی آدم در کدام حالتی که باشد باید گم نکنه. و تظاهرات برآمده. ارزش این مال خیلی بالاست. خواهش میکنم مرا رها کنید. من گناه ندارم. من عینی آفریده تقای مراد رازق به تماشابین تلقین میکرد که شما به مقام و شأن خود از آفرینش صاحب اختیار هستید. یعنی اقتدار و قوه دارید که از شعور و از عقل خود استفاده ببرید و راه خود را در زندگی تعیین بنمایید. اگر اشتباه منمایید، اگر راه ظلمات و بی‌عدالتی را پیشه میکنید، پس شما با جرم بیسوادی و بیخبری راه خود را از نور حیات و زندگانی بسته اید. و بیننده عزیز، چقدر نیرو و چقدر توان هنر می باید بود در هنرمند که این معنی و این حکمت برسد به گوش هوشا یا نه؟ لزوم علم و معارف و مثل لزوم باد و هواست. قدردانی معلم و کتاب نیست. زمانه تقاضا میکند که هر یک ملت روزنامه و ادبیات خود را داشته باشد. روزنامه قوم و ملت زبان ملت است. ادبیات باید واقعیت را انعکاس کند. دروغ نوشتن کار ادبیات نیست. تقدیر هر یک ملت در دست خود اوست. راه به سوی آینده از بازگشت و اصل خویش آغاز می‌یابد. یک شرط مهم نجات ملت این خویشتن شناسی و احیای ایدئال‌های ملی است. ولی صد حیف که امروز
دشمنان ملت توانستند ما را با سلاح همجوار از هم جدا سازند. قرآن تاریخ ما را همجوار گفتند کم است. ما هم زبانیم، هم کناریم، هم تباریم. ما در زمین هم گهواریم، در آسمان هم ستارهیم. ما همان اوستا، همان زردوشت، همان نیرویش، همان قرآنیم که حافظ هرچی کرد از آن کرد، همان مثنوی مولوی که قرآن پهلوی، همان خراسان بزرگیم که بزرگی همان را بزرگان دیگر چشمی دیدن نداشتند و ما را خورد کردند به خبر از آن که آب اگر 100 باره گردد باز با هم آشناس. تاجیکان در طول تاریخ بارها از چنگال اجل رهایی یافتند، ولی امروز هم باید از آستانه تاریخ برای خود عمری دوباره بسپارد. رستگاری ملی امروز با فرهنگ و معنویت بلند استوار گرداندن جایگاه خود در جهان است. خانواده شما به قدر زحمت‌های شما، به قدر هنر شما میرسند یا نه؟ درک زحمت شما و درک رسالت شما می‌نمایند یا نه؟ تماشابین هنر شما هستند یا نه؟ فرزندای کلانم، خدا با شکر. وقتی که من میگم که همین روز فلان نمایش دارم، حتما میگن و میدونید یک روحی بالیده قطعی برآمده میرن، من خرسند میشم از این. البته خیلی یک قسمش میفهمند، یک قسمش، لیکن فرزندای کلانی هم میفهمند، میبینن. من از با تئاتر کشیدیم، با موسمی نو کشیدیم، با عینی آمده بودن، با دسته بردن، تبریک کردن، خرسند شده رفتن، افتخار میکنن، دوگانهاشون هم میبرن، جورهاشون هم میبرن. خیلی نزدی به خیلی هنرمند البته هست با چیزی که افتخار کنن. اگه من باعث افتخار نیستم اون یک گپش میگم. زندگی بابا در آغاز چون امروزی نبره ها و فرزندها آرام و آسوده نبود. کودکی‌هاش یأس داشت، رنج داشت، سوز و فراق داشت. کودکی‌هاش پشت سر شد در حسرت پیاله پور شیر و برده نان جوین. کودکی‌هاش در غم دوره مادر می سوخت و در فراق پدر دردمند. سرلوچ و پایلوچ و کارکفته و خار خلیده بود کودکی‌هاش. روز خوش نداشت، وقتی خوش نداشت کودکی‌هاش. کودکی‌هاش مانند بود به یک قالب پیر و لال، کر و گنگ و ضعیف و ناتوان، و همین گونه نقش بست در ذهنش. دیگر می ترسد از دیدن دیدار کودکی‌هاش. و اما هنرمند می بالد از بهی روزگار و اقبال امروزیان. سعادتمند است از حضور پیوندان، نیرو می گیرد از گرمی مهر ایشان. چون در آغوش وطن آزاده زندگی آسوده دارند بسر، مطمئن و آسوده است هنرمند از آلگی فردای روزگارشان. و اما باز هم در هر نشست‌های خانوادگی و در هر بار جلوه تازه روی صحنه می‌کوشد تأکید بنماید قدر بنمودن نعمت آزاد بودن را، نعمت تنج بودن را، نعمت سیر بودن را و نعمت وطن داشتن را. زحمت همه گونه ابراز یگونه هست برای هنرمند؟ مثلا زحمت نقش منفی، ابراز منفی، زحمت نقش چهره سیاسی، قهرمان، یعنی که فرق کننده است. قهرمان‌های مثبت رو آسان است بازی کردن، لیکن منفی دشوارترن، چون که کو جستجو کردن در کار و دیدن در کار. قهرمان تاریخی با مهنتش ده چنده، چون که باید مثلا تمام حیات و ممات همون انسان باید دونی فهمی، باید از همون قالب نبرای همون قالبی که هست. مثلا استروفسکی بله کمتر زندگی کرد، نه کتاب نوشت و دشواری های بین و راهسازی های بین و راه های آهن در اون بارانگری، در اون کسل تیف، کسل سیل، کدام حالت به ایستادگی و چخیل کو و باید هیچ کنی با تمام وجودت هیچ کنی و هیچ وقت بازی و نغمه کده نمیشد. لیکن استاد اینی بینید، استاد این برای چی کمک کوه اینا بینید خیرم بندی عقل و آخی تمام حیاتش نگاه میکنید،
همه وقت یک وزنینی بود در زندگیش. همه وزنینی برداشته برآمده و در آخر نگاه کنید نگینا جان، من نگاه میخونم نگاه میکنم 10 عمری دیگه داشته باشم من همه چیزای بود کرده نمیتونم فکر هم مثلا هم در تاجیکستان خودم و هم در ازبکستان یعنی اکادمی علم های راهبری میکردن. عقل و فراست بینید، بله. این دانشمندی بینید، این چخیل تن نمیتی این خیل آدم واقعا. بله. این دانشمند عقل آخه دو که اثراش نگاه میکنه کدام اثرش میخونی میگه که همین آخرین روز بون ادینه خوندم من گمان که وقتی از دریای 5 میگذرد من گمان میکنم که عینی همون پایونی و 5 پایون با در دستش وای دارد و وای کرده سوس بنامور گرفته سوس وای یتیمه باور میکنه همین خیلی خوش خیلی میبینه تصویر زیبا، تصویر زیباست، مثل نوار به نهایت خوب تصویر است. خیلی یاد داشته باشم که ببینید چقدر در 72 سالگی تصور کنید در 72 سالگی یاد داشته می‌نویسن میگه که دین این موقع بود. یعنی این همه رو هضم باید کرد و پیشنهاد باید کرد. حتما نکنی نمیشه. یعنی باید دنیای همون باشه، دنیای وای نباشه نمیتونه بازی کرده. حتما باید وارد شوی. شخصیت‌های تاریخی همین طلب میکنن. یعنی ابراز پیش از همه خود هنرمند رو اول مثل که می آموزاند تربیت میکند یا که به هنرمند تاثیر میگذارد. اگر خودی هنرمند تربیت نکند و ابراز ساخته میبراید. ابرازهای آفریده‌اش چون کلیاتند که اول خود هنرمند به دست میگیرد، می آموزد و سبق میبردارد و بعداً با رب و رنگ تازه، با میمیکا، با پلاستیکای باطن، با هستی پرمحتوا روی صحنه می آید و رسوم زندگی راستین می آموزد که بادا حلالش. من این دفتر اعمال شما را به سود ناحیه میسپارم. بگذار آنها حکمشان را درباره شما برآورند. گپ تمام. خیر این طور باشد من ناصر عباس مجبور میشم که و رئیس سود عرض کنم که شما از من پورا گرفتید. پورا؟ چل پورا؟ نه پورا این را اکن برای رئیس سود میگویم. نه شما این طور گفته نمیتونید چون که من در عمرم از کسی یک تین حتی نگرفتم. خیر این طور باشد سخن باقی ناصر عباس. گوش کنید شما صبر کنید. شما چیا گفته ایستادید؟ شما نباید این خیل رفتار کنید آخه رئیس و شما انسانید کو. آرام شوید. باقی مانده صحبت در نزد رئیسی سود. من به شما گفتم که شما این طور رفتار کردن نمیتوانید. برای به سود نشستن نغز که تیاری بینید. شما بخشنده هستید یا قصد گیرنده، جزا دهنده؟ آدم کدام حالتی که بر نباشد حتی دشمن اشدیدن باید بخش. بخشیدن آسان است؟ نه که بخشیدن در کار. شروع صحبت ما زندگی بود همین گلستان وجود و به انجام بخشیم به صحبت باز هم در اطراف همین زندگی روزه دست خود و از زندگی و زمان با امید زنده است آدم، با امید زنده است. نمیدونم اگر زندگی نصیب کردگی باشد در آینده میخوام درباره همکورسام یک چیز نویسم برام مظفر خیالوف چون که قطعی من کار کردگی والا که یک چیز هم هست میخوام همین چیزای نصیب باشد روی کاغذ بیارم که بعد من مثلا شاگردا و بعد من مثلا مخلصا و همه خوانن و فهمن که ما چی کار کردیم که بودیم چی بودیم. گفتم خیلی نیت دارم اگر دست دیاد اگر روزگار دست دیاد همه خیلی نیت هست. ما شکر میگیم بله که باید شکر آفریدگار مثلا ما با همقدر وقت داده است همقدر شکر هزار بار شکر. بله شکرانه زندگی. بله شکرانه زندگی. و ما در آغاز در ایام کودکی شما رو طریق آینه نیلگون میدیدیم در برنامه تلویزیونی الف با جان الف با اشتراک میکردید و اون وقت شاید هیچ در اندیشه ما هم نبود که رسالت بدوش میگیریم و زمانی هم صحبت شما میشویم وقتی که شما در حد هنرمند ارشد هستید. و امروز
وقتی که ابرازهای رنگ و برنگ شما رو می‌بینیم، وقتی که حاضر ما صحبت کردیم از محتوای صحبت شما همین گونه خلاصه کردیم که اگر شما چند ده سال پیشتر در برنامه تلویزیونی شرکت ورزیدید و آنجا مثل که به بچه خلق حرف الفبا آموخته طریق همین نمایشنامه و زحمت شما خیلی زیبا بار آورد. نه فقط شما مثلا به بیننده الفبای زندگی آموختید، همچنان که الفبای هنر رو در همون نمایشنامه خودتان نیز ازبر کردید. علم هنر رو مثل که خودتان اونقدر زیبا ازبر کردید که ننگ هنر دیگر بر کتفتان باشد و راه و روش تعلیم همون برنامه که راستین بود به شما نیز خیلی راستین تاثیر کرد و تربیت کرد و شما رو نیز آموزاند و امروز خیلی سعادتمند بودیم که ما در برنامه شما رو داشتیم و اگر گمان میکنیم که محتوای صحبت ما پیشنهاد طبع لطیف بیننده میگردد، این سعادت به بیننده نیز میرسد. به برنامه ما خوش آمدید. تشکر زیاد نگینه جان. منم بسیار سپاسگزارم که شما احترام کرده منو دعوت کردید به اینجا. البته خیر هر چیزی که باور میکنید گفتم همش این وای زندگی بود، درمیان گپی وای نبود، همش بله. از تجربه زندگی است. منم به همون شخصانی که مثلا ما رو حوض تماشا دارن تماشا میکنن خانه اون هستم که تنصیحت باشم، خانه آباد باشن، همه وقت گنج در خانهشان باشد، نوری صفا باشد در خانهشان و خداوند همه آرزو میدایی که دارن و همون رسد تنجی باشد، امانی باشد و ما زندگی خوشبختانه به سر بریم. سلامت باشه. خلاص بیننده عزیز، ما در مرحله بسیار مبارک عمر نیز هنرمند خلقی تاجیکستان تقای مراد رازق را باز هم پر از شادی آغاز و پر از ذوق آفرینندگی دریافتیم. مثل که راه هنروری راستین به سمت به انتهایی است، یعنی هنر این هنرمند هوشمند در دیگ زحمت جوشیده و قیام شده و مانند به آینه ملت نما گردیده. زیرا همیشه اگر دقت می‌دهیم مبتدای همه گونه آفریده هاش چی در روی صحنه چی در روزنامه و مجله محبت وطن بوده که خوش به حالش و باد و حلالش. یا نه بیننده ما؟